مجلس درسی که امروز داریم از کتاب شرح تعظیم العلم، شرح کتاب بزرگداشت علم سخنرانی و صحبت خواهیم کرد. از این کتاب بزرگ مؤلف شیخ صالح العثیمی حفظه الله تعالی می باشد که ما طول هفته با همراه شما از این کتاب درس نکردیم و در اول درس ها صحبت کرده بودیم، گفته بودیم که ما از این کتاب با همراه شما در یک هفته یک بار درس می نماییم یا اینکه دو بار و هر حالت و توانایی. الله خیرتان دهد. مجلس امروز که ما با همراه شمایان صحبت میکنیم از این کتاب مبارک، کتاب شرح تعظیم العلم، بزرگداشت علم، گرامی داشتن علم، موضوع ما نگاه و بینی نمودن فنها در گرفتن و آموزش علم، که این نگاه و بینی فنها و گرفتن آموزش علم ها در تقدیم مهمترین چیزها از مهمات می باشد. یعنی ما در اول آموزش علم های شرعی و فنهای آن را آموختن، ما باید تقدیم پیش بگذاریم چیزهایی که مهمتر هستند از آن چیزهایی که مهم هستند. بارک الله فیکم. در اینجا می‌فرماید مؤلف که شکل زیبا و خوشایندی که نظر به آن میرسد، نظر انسان به آن میرسد، به مثل حسن آن، با تماشای آن و تمام جزئیات بهتری که میبیند انسان، ولی اگر قسمی از آن از نظر دور باشد، حسن آن به قدری کاهش می‌یابد که به نظر میرسد است. این چی معنی دارد؟ این را مؤلف این کلمات را در اینجا به خاطر آن گفت که علم همچنین است یا که همین طور است. اگر شاگرد با تمام فنها متوجه شود، یکی شاگرد تمام علمهای شرعی را بیاموزد و از هر یک فن یک پارچه را بگیرد، از هر یک فنهای مهم یک پارچه علمی را بیاموزد، مثلا از عقیده یک قسمهای مهم را بیاموزد، از توحید قسمهای مهم را بیاموزد، از فقه، از دانش، از هر چیزی که هست یک قسمت مهمی که برایش لازمی است آنها را به دست بیارد و بیاموزد و تعلیم بگیرد. برای به کمال رسانیدن علمی و راه درست را طی کردن این خوبتر است و فراهمتر می آید. چگونه که ابن جوزی در کتابش سید الخاطر، یک کتاب خیلی خوبی هست، گفته است که از هر کس بگیر، یعنی که از اهل علم، از دانشمندا، از هر کس بگیر، یعنی که علم بیاموز، تلاشت را بنما، ولی با آن جهالت مکن. یعنی علم را از هر دانشمند بیاموز، آنچه که مهماتی که هستند از آنها بیاموز و بگیر، ولی جاهلی مکن و مردم را به سوی جهالت نکشان و متهم هم مساز. زیرا شخصی که نیکو هست، آزاده هست، از اسرارها آگاه است، آگاه میگردد. و شیخ صالح العثیمی در جا میفرماید که شیخ شیخان ما محمد ابن مانع در کتابش ارشاد الزلال میفرماید برای شخص فاضل یعنی عالم و دانا مناسب نیست که علم را از علمهای سودمند که برای فهمیدن کتاب و سنت کمک میرساند ترک نماید. یعنی انسان برای شخص فاضل با عقل، با اندیشه، دانا و هوشیار خوب نیست، نیکو نیست که آن علمهایی که انسان را با کتاب و سنت نزدیک میکند آنها را ترک نماید. اگر در خود توانایی آموختن آن را دارد یا توانایی آموختن آن را در خود بداند، برای او روا نیست علمی را که میخواهد بیاموزد آن را نمیفهمد عیبگیری کند یا عالمش را تحقیر نماید، چون این کمبودی در خصلت انسان نیست. انسان باید از این خالی باشد و این کمبودی که عیبجویی کردن از خصلت‌های مؤمن نیست، به یک خصلت پس و رذیله است. و شخص عاقل باید با علم سخن بگوید. شخص عاقل و دانا باید با علم سخن بگوید، نه با حلم و بردواری و خاموش ماندن. در غیر این اگر باشد او زیر گفته قائل یعنی شخصی که گفته است می درآید. یک شعر رو در اینجا ذکر می نماید که می فرماید که به من رسید که سهل به ادراکانه عیل بی علمهای کرده که خودش آنها را نمی شناسد نمی داند. این سهل علمهایی که اگر می خواهد نمی فهمد آنها را، ولی راضی بودن با جاهلی آسان است برای سهل. پس وسیله نگاه و بینی علم را نگاه و بین کردن در حقیقت دو وسیله اساس و مهم وابسته است. برای این دو چیز باید انسان تلاش نماید. اول تقدیم مهمتر از مهمات دیگر، یعنی شاگرد باید در اول درسهایش توجه به علمهای مهم که برای اجرای وظیفه‌های عبادت فریضه‌های الله ضرور است داشته باشد. چگونه که امام مالک ابن انس در مورد تعلیم می‌فرماید آموزش خوب است، آموختن تعلیم گرفتن خوب است،
ولی پس از آن که به هر چی که هر روز صبح و شام نیاز دارد آنها را لازم بگیرد، آنها را بیاموزد، به آنها دقت دهد، زیرا آنها مهمترین چیزها هستند. خیلی سخن خوب است. دوم، توجه انداختن به مهم یا فنهای مهمتر. ابو عبیده معمر ابن مثنی میفرماید که هر کسی که خود را با غیر مهم مشغول سازد، یعنی یک انسان خود را با علمهای مشغول می‌سازد که وای علمها برایش مهم نیست، به او ضرر می‌رساند و از چیزهای مهمتری که برایش لازم است دور می‌سازد، دور می‌گرداند. و بر آنچه را که برایت مهمتر است اولویت بده، در مقام اول بگذار، آن را تعلیم بگیر، آن را تعلیم بده. می‌فرماید که زیرا علم بسیار است ولی عمری ما بندگان خیلی کوتاه است، به یک خیال می‌گذرد یا به مثل یک مهمان زودگذری هست این عمر و علم بسیار است. برای همین انسان باید چیزهای مهمی که در حیاتش لازمی هست آنها را بیاموزد. و می‌فرماید که حالت دیگر این است که طالب علم هنگام آغاز کردن تعلیم به نیت خود بیاندیشد، نظر کند که هر روز فن یعنی علم و مختصر یعنی متن کوتاه از اساس علم‌های نیکویی که برایش لازم است بیاموزد تا وقتی که همه گونه علم‌های سودمند را در سطح عمومی فرا گیرد و سپس نظر کند که کدام از این فنها از این علم‌ها با طبیعت او موافق است و در خود توانایی ادامه دادن آن را می‌تواند دارد. آنگاه در همان فن و توقع و تغلو یعنی که داخل چخور شدن می‌پردازد، یعنی آن را عمیق‌تر می‌آموزد، خواه یک فن باشد خواه بیشتر از یک فن. اما بدون برادر و خواهران گرامی، در درجه کمال رسیدن در هر یک فن، یعنی که انسان در آموزش هر یک فن از علم‌های شریعت در درجه‌های بالا رسیدن و سطح ملکه استواری را داشتن و این تنها به یک نفر میرسد، به شکل انفرادی که در مدت طولانی آن را بیاموزد و مشغول آموزش علمها بگردد و شاگرد هم باید نظر نماید که کدام راه برای وی استوارتر، نیکوتر، آسانتر، موفقتر است، یا اینکه علمها را یک به یک آموزد. شاگرد باید علمها را یک یک بیاموزد و از هر فن مختصری آن را تعلیم بگیرد، از باب فقه مختصر آن، طهارت، نماز، روزه، حج، زکات، از باب توحید، ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات و غیر از این چیزها را مختصر آنها را بیاموزد. شرک و کفر، یا اینکه یک جای بخواند، اینکه یک چند علم را اگر توان داشته باشد یک جا بخواند. ولی راه اول میفرماید، راه اول یعنی انفرادی آموختن هر یک فن. یک فن را میگیری، یک کتاب را میگیری، آن را میآموزی پخته، چیزهایی که در داخل آن از آنها را حفظ می‌نمایی که این برای اکثریت شاگردان موافق‌تر است. سپس شروع می‌نمایی با یک فن دیگری. و در اینجا یک چند مصرع شعر دیگری را از علماهای شنقیطی، علماهای موریتانیا می‌فرماید که اگر می‌خواهی فن را، علم را بیاموزی، اول آن را به پایان رسان. تو یک علم را می‌خواهی بیاموزی، یک کتاب دو کتاب را می‌خواهی بخوانی و آن را خوب بفهمی، آن را با دقت خواندن در کار است، به معنی آن پرداختن در کار است. پیش از انجام آن به دیگر مشغولیت‌ها مشغول مشو، اینکه آنچه که برات لازم است با آن مشغول بشو، به دیگر چیزا مشغول نشو. زیرا می‌فرماید که زیرا بر هم آمدن فنها باعث می‌شود که هیچ کدامی از آنها را تو نفهمی. یعنی که انسان یک چند فن را میگیرد میآموزد، یک چند علمی را میگیرد میآموزد. چون در مکتب یک روز 5 فن میگیری، 10 سال مکتب میخونی، 5 سال دیگه دانشگاه میخونی، در آخر نال هیچ چیز نمیدونی، چون برنامه‌های نادرستی هستند. برای همین شاگرد باید بدونه که چگونه تعلیم بگیرد، چگونه بیاموزد و استاد خوبی داشته باشد که استاد او را راهنمایی کند. اگر استاد خوبی نباشد، شاگرد با فکر اندیشه خود رفتن گیرد، حدس خوب بشمارد رفتن گیرد، به هیچ مقامی نمیرسد، به هیچ جایی نمیرسد. و در اینجا در قسمت ششم، مقدمه ششم، در بیان قدردانی به علم و راه آموزش همه‌جانبه آن سخن می رود با رعایت فنهای گوناگون. چون مؤلف حفظه الله تعالی می‌فرماید که اهمیت دادن به همه ساحه‌های علم در آموزش که اولین آن را تو آنچه که برات واجب و لازمی حتمی است در هر روزت آن را بیاموزی، با آن اهمیت بدهی. و آموزش علم باید همه جانبه باشد، نه تنها یک ساحه را گرفتن، باید همه جانبه انسان علم را از بر نماید و نخستی باید فنهای را آموخته شود یا که فنهای را بیاموزد که
در حیات شخصی و دینی اهمیت بیشتر دارد. مثلا اگر انسان به یک تصویر بینگرد، به یک تصویر تو اگر بینگری، اگر تو به یک تصویر نظر کنی، فقط یک طرف قسم آن برای تو زیباتر و خوشگلتر می شود. تو همه آنها را با چشم خود به نظر میگیری، یک قسمت از آن برای تو خوش میاد و هر قدر زیبایی آن بیشتر دیده شود، همین طور در علم نیز هر قدر فنهای زیاد آموخته شود، هر قدر زیبایی علم بیشتر و زیادتر میگردد. و مؤلف در اینجا اقرار و بیان میکند که کسی که از هر یک ساحه علم قسمت بگیرد یک آلت کامل دارد. چون یک در بالا ذکر کردیم علم بزرگ است، علم بحر است و از هر علم مهمترین آن را، قسمت‌های مهم آن را با هم علاقمند بسازی و بیاموزی و بگیری. و آموزش همه جانبه برای انسان امکان میدهد که شما برای حل مشکلات برطرفی نمایید، از یک ساحه به دیگر ساحه استفاده نمایید. چون که ابن جوزی می‌فرماید جمع کردن علم‌ها مقبول است، یعنی نیکو هست انسان چندین علم‌ها را باز خود جمع نماید. و ابن وردی می‌فرماید که از هر یک علم قسمت گیر، بدانست و رد نکرده و هر کی دانشش را گوناگون کند گوهره اسرار خواهد شد. و بدان که دو وسیله ارزشمندی عالم معتبر و معروف محمد ابن مانع برای ما شون بیان کرد که وسیله اول گفتن که نباید یگان علمی نافع را ترک کرد. انسان علم‌هایی که برای او منفعت میبخشد، منفعت میدهد، فایده میدهد، نباید این علم‌ها را ترک نمود. یعنی یگان علم منفعت بخش، خصوصا آن علم‌هایی که برای فهم قرآن و سنت بر تو کمک میکند، نباید این علم‌ها ترک شود. و همچنین شرط است که شخص قابلیت آموزش آن را داشته باشد. این قابلیت را معلمان باید معین کنند. چون خود شاگرد نمیتواند قابلیت خود را درست ارزیابی کند. گمان میبرد که آن علم آموخته شده است یا گمان میبرد که آن توان هر سه را دارد، ولیکن بدون استاد، بدون راهنمایی نمیتواند به جای برسد. این وسیله اول. و وسیله دوم، هرگاه علم را که نمیدانی ملامت مکن، یا هیچ علمی را که تو نمیدانی یا که آن را نآموخته‌ای یا که نفهمیده‌ای آن را ملامت مکن. و دانشمندانی که این علم را می آموزانند بر آنها ملامت مکن، آنها را پست محسوب مکن، چون این عمل یک عمل ناقصی و کمبودی در اخلاق است. و هر کس در برابر علمی که نمیداند احترام داشته باشد و از تحقیر آن خودداری نماید. آموزش علم باید همه جانبه باشد و پیش از آن باید فنهای اساسی و مهم و ضروری که آموخته شوند باید آنها تعلیم گرفته شوند. انسان طرز درست نماز را خواندن نمیتواند، از روزه بیخبر است، از توحید چیزی رو نمیفهمد، کلمه لا اله الا الله رو نمیداند، معنی آن رو درک نمیکند، شرک رو نمیشناسد، کفر رو نمیشناسد، توحید رو نمیفهمد. میپردازد با آموزش زبانهای گوناگون، میپردازد با آموزش چیزهایی که دنیوی هست یا چیزهایی که برای وی واجب و لازم حتمی نیست. باید اولویت رو نگاه کرد، چیزهایی که برای انسان مهم است رو بیاموزد. به مثل یک دانشجوی حدیث، کسی که میخواد حدیث رو خوب و دقیق بیاموزد یا تفسیر رو خوب بفهمد، تفسیر قرآن رو، برای وی لازم است که زبان عربی رو از خود داشته باشد و اصولهای فقه رو، اصولهای تفسیر رو بفهمد و از آن آگاهی داشته باشد. یک شخص فیلسوف نمیتواند علمهای حدیث رو بر تو بیاموزاند، بر تو تفسیر قرآن نماید، نباید از او پیروی کرد. پس این قاعده ها برای فهمیدن و جستجوی علم و راهنمایی بر سوی آن ارزشمند هستند. و مؤلف در اینجا میگوید که شخصی عقلمند با عقل، با فراست باید با علم سخن گوید یا با حلم، با آرامی و بردباری خاموش بیستد، زیرا سخن و کلام با علم ارزشمند است و سودمند است و خاموشی با حلم نیز شایان تعریف است. اما اگر کسی با جهل سخن میگوید، از روی نادانی سخن میگوید و خاموشی او هم به سبب هوس نفس یا تحقیر کمبودی های دانشمندان است، مثل حالتی که در نزد او از علم یاد می شود و او با خاموشی نشان می دهد که آن علم نالازم است، ناپسند است یا با اشاره، این کاری پست است و کار ناشایسته و نالازم است و کم عقلی همه باشد. و سپس در اینجا به یک بیت مشهور اشاره کرد که ما در بالا خواندیم، فرمود که به من رسید که سهل از جهالت علم را ملامت کرده. سهل نومی آدم در حالی که خودش آن را نمیداند و نمیپندارد.
اما برای این سهل راضی بود و راضی گشت که در جهل باقی بماند و علم را نه آموزد و آن را پس بشمارد و که اهل آن را پس بشمارد. این شعر معنای آن را دارد که ملامت کردن چیزی که شما نمیدانید علامت کمبودی عقل خود همون انسان است. برای همین هر کسی باید از جهالت، از جهل نادانی دوری بجوید، رو به سوی دانش بیاورد. چگونه که الله سبحانه و تعالی میفرماید ما ودعك ربك وما قلى، پروردگارت نه تو را رها کرد و ما ودعك ربك و ما قلى و نه دشمن تو شد. بعد انسان چگونه که در عرف عادت مردم است، جاهل دشمن خودش است. شخصی که جاهل است و دشمن خودش است و دشمنان دیگران هم هست. سپس مؤلف حفظه الله تعالی تأکید میکند که پرورش و نگاهداری همه جنبه های علم سودمند است، یا همه جنبه های علم را انسان بخواهد در یک مورد از خود نماید مگر به دو اساس. اول مگر به دو اساس، یعنی که انسان میخواهد تمام علم های شرعی را از خود نماید، نمیتواند این را از خود نماید مگر با دو اساس. اول پیش گذاشتن مهمترین چیزی که هستند آنها را در مد اول بگذارد، یعنی شروع کردن با چیزی که در ادای وظیفه های بندگی نسبت به پروردگارش بیشتر نیاز دارد است. آنها را، آنچه که هر روز نیاز دارد است، آنها را پیش قدم بگذارد، آموختن آنها را. و این همان چیزی که وقتی که انسان دانش می آموزد، مقصدت باید آموختن چیزی باشد که با وسیله آن الله را خوشنود می‌سازی. پس آن چیزی که تو باید در حیاتت، یعنی که در حق تو باید پیش گذاشته شود. آن چیزی که نیاز شدید بر آن داری و از جهالت و جاهلی آشکار است که شاگرد نوآموز که نو در راه علم قدم می‌نهد با آموختن علم‌های اصول یا که نحو، صرف و نحو، عربی یا قاعده فقهی مشغول می‌شود، حالا که هنوز چیزهایی که لازمیه که در دین باید بیاموزد آنها را نمی‌داند. اصلاً مثل اعتقاد اهل سنت و الجماعت را نمی‌فهمد. آداب و اخلاق از آداب و اخلاق بی‌نهایت دور است. شرط‌ها و رکن‌های نماز را نمی‌فهمد. صفت نماز را نمی‌داند. احکام وضو و طرز درست انجام دادن آن را نمی‌داند. توحید رو نمی‌آموزد. لا اله الا الله شرط‌های آن، رکن‌های آن را از بر نکرده است. شرک رو نمی‌داند که شرک چی است. ضد توحید شرک است. سنت رو نمی‌فهمد، از بدعت جدا کردن نمی‌تواند. بدون خواهر و برادر گرامی که چنین عمل برای برباد دادن چیزهایی که انسان می‌خواد بر آن برسد است و بنده با هیچ چیزی نمی‌خواد برسد، نمی‌تواند برسد. سپس از مالک ابن انس رحمه الله تعالی نقل می‌کند که وقتی از او درباره آموختن علم پرسیدن گفت آموختن علم خوب و زیباست، اما اول انسان نگاه کند، نگرد به آن چیزی که هر صبح و شام، یعنی که هر روز بر او نیاز دارد، آن را مقدم بگذارد، پس همان را بر خود لازم بداند و سپس بر چیز دیگری اشاره کرد. مسئله دوم و فرمود که هر کسی که یا آن کسی که قصد شاگرد در آغاز تحصیلش را دارد، باید متن مختصر، کوتاه و جمع از هر یک علم را بیاموزد. وقتی که نمودهای گوناگون علمهای منفعت بخش را فرا گرفت، آموخت، به آن علمها نگاه کند و آن علمهایی که به طبع او خوش است و مهم است برای او، یکی از آن علمها را بگیرد با راهنمایی استادش و در خود قدرت آموختن آن را می‌بیند و می‌دارد و می‌تواند، پس به آن فن یا که به آن فنها بپردازد برای تحصیل آنها، برای تحصیل چقورترین آنها، عمیق آنها، چی یک فن باشد چی بیشتر از یک فن باشد، چی بیشتر از یک فن باشد. و سپس مؤلف فرمود که اما رسیدن به درجه کمال و ملکه مستحکم علم در هر یک فن، این تنها برای یک نفر در مدت طولانی میسر میگردد. یعنی یک انسان با قصد و نیت نیکوی، با یک استاد خوبه که وی اصول را خوب میفهمد، با آن در مدت طولانی برایش میسر میگردد که با مقصدهای اساسی و نیکو برسد. یعنی بیشترین مردم به درجه های مکمل در هر یک فن یا که در هر یک علمها نمیرسند. بیشتر آنها در هر فن یک متن مختصر را باید درست بیاموزند از هر فن. این برایشان سودمندتر و نیکومندتر و بخشاینده است. اما انسان که میخواد به سمت و سطح بلند و بالای برسد، بلند تحقیق برسد درباره آموزش این فنها، و این برای اکثریت دشوار است.
این برای اکثریت دشوار است، اما انسان میتواند برسد اگر مقصدهای بالا بودگی رعایت بگردند. و سپس بعد از این اشاره می‌نماید که شاگرد باید در پی آموختن علمها از آن چیزهایی که می‌آموزد نظر افکند. آیا هر فنی که می‌آموزد علاهیده بیاموزد یا یک جای یک چند فن را گرفته بیاموزد واسه بر توانایی شاگرد. و بهتر راه اول است که شاگرد با معلم خوب خود، خوشرفتار و خوش اخلاق خود راه اول را بگیرد. علاهیده یک فن را گرفته آن را خوب بیاموزد، متن آن را از بر نماید، حفظ نماید و پیش از آن که متن را حفظ میکند در نزد استاد یک بار آن را بخواند و استاد گوش بدهد و آن را اصلاح کند. سپس شاگرد این را حفظ نموده سپس در استاد بسپارد. این به اکثر شاگردان مناسب‌تر است. پس شاگرد به یک متن، به یک شرح، به یک فن مشغول می شود، آن را خوب می آموزد، یک کتابی را تا آخر به اتمام رساند. بعداً به فن دیگر، به کتاب دیگر می پردازد که متن آن را می گیرد، می آموزد و هر چی که نیاز دارد از استاد نافهمایی ها چیزها می پرسد. با این وسیله انسان می تواند به درجات نیکویی برسد. و همچنین شیخ در جزئی که می نماید که لازم نیست که شاگرد خود را به یک فن، به یک علم خاص محدود نماید. اگر قدرت و توانایی داشته باشد باید یک چند علم را بگیرد واسه بر تواناییش، چون فهم و درک مردم گوناگون است. کسی هست که می تواند یک چند فن را در یک روز بیاموزد، کسی هست که به جز یک فن دیگر نمی تواند دیگر علم ها را بیاموزد. برای همین از مهمترین آنها شروع کردن لازم است، زیرا چون این کار وقت زیادی را میگیرد و باعث از دست رفتن علم‌های دیگر میگردد، آن علم‌هایی که برای او واجب است. یعنی که انسان یک علم را میخواهد بیاموزد، با آن علم وقت‌های زیاد مشغول میشود، با آن علم وقت‌های زیاد خود را مشغول میسازد، دیگر چیزی را نمیآموزد. این باعث از بین رفتن علم‌های دیگر میگردد که برای او واجب و لازم هستند. برای همین در بالا ما ذکر کردیم که از هر یک فن مختصر آن را باید انسان بیاموزد و تعلیم بگیرد. بارک الله فیکم. مثلا اگر کسی بخواد در شناخت اعتقاد اهل سنت و جماعت بلند رود و خود را وظیفه‌دار بکند، از همین کتاب‌ها را جمع آورده، متن‌های آنها را جمع آورده، از آغاز آن تا انجام آن میخواند، میآموزد، وقت زیاد را در این صرف می‌نماید که در این مدت از علم‌های دیگر محروم می‌سازد خود را. در این مدت از علم‌های دیگر خود را محروم می‌سازد. برای همین برای انسان میباید، یعنی لازم است که هر فنی را اول مختصر بیاموزد و تعلیم بگیرد. اولا از توحید شروع نماید، توحید قسم‌های آن را بیاموزد، ضد توحید چی است آن را بیاموزد، سنت و قسم‌های آن ضد سنت چی است آنها را بیاموزد. سپس از کلمه لا اله الا الله شروع نماید، ضد لا اله الا الله چی است، شرط‌های آن، رکن‌های آن، از طهارت، نماز، شرط‌ها، رکن‌ها، شکننده‌ها، اینها را بیاموزد. اگر که اینها را همه را از خود نمود آموخت، تعلیم گرفت، یک علم کافی، علم نیکویی را سودمندی را به دست آورده است. سپس میتواند در هر یک فن معلم بگردد. سپس میتواند در هر یک فهم تبحر نماید، یعنی که هر یک فن را بیاموزد و در آنجا چخور درآید، مثل بحر بگردد در آن فن. برای همین هر یک علم، یک متن مختصری را، منفعت بخشی را بیاموزد، نصیب خود را از آن محروم نسازد. سپس میتواند در همه علمها بحر بگردد، کتاب‌های مفصل‌تر، کتاب‌های بزرگتر، کتاب‌های عظیم‌تر را بخواند و بحر بگردد. بارک الله فیکم. چگونه که در اینجا یک بیت را می‌آورد، می‌فرماید که اگر خواهی به دست آری یک فن را، پس آن را کامل کن، از فن دیگر تا انجامش تلاش کن. بارک الله فیکم. سپس میگوید که در گرد آوردن چند علم، یعنی آموختن دو یا زیاده از علم یک باره، اگر یکی را همراه دیگر گیری، اگر توانی آن را نداری، این برای تو لازم نیست، برای تو جایز نیست. میفرماید که اگر دو فرزند که انسان در شکم مادرش دارد، هر دو یک جای از شکم مادر خواهند برآیند، نمیتوانند. این هم برای آنها دشواری میآورد، هم برای فرزندان دشواری میآورد. همین گونه نیست؟ بله. ولی اگر یک پای همدیگر برآیند، هم برای مادر آسان است، هم برای فرزندان آسان است. فقط برای یک مثال میاره تا که ما بفهمیم در بیان آموزش علم و چگونه علم را آموخت. پس مقصد این است که آموختن علم گوناگون است. اگر یک فن را تمام کنی، بعد به فن دیگر بگذری، این خوب است، از آن بهره خواهی برد. اما اگر یک باره یک چند فن را بگیری، یک باره وارد یک چند فن شوی، و احتمال میآورد که هیچ کدام از آن را به دست نمیاری، همه آنها را از دست میدی، باعث از دست رفتن همه آنها میگردد. بارک الله فیکم. و سپس ذکر میکند که هر کی در خود توان دارد و قدرت دارد
از برای جمع کردن علم و یک چند فن آن را انجام بدهد. این قاعده ای که در اول ذکر نموده که هر فنی را باید انسان بیاموزد بر این شخص دوم متعلق نیست. این چنین آدمانی هست اما کمیاب هستند، کم هستند که میتوانند قدرت های دارند که در یک مورد یک چند فنی را از بر نمایند. چگونه که قرافی میفرماید بعضی از مردم هستند که به آنها ذهن و فهم و درک و هوش و حافظه قوی داده شده است. چون این کسان برای آنها واجب است که یک چند فنی را گرفته آنها را خوب بیاموزند، خود را مشغول آموختن علم ها نمایند. اما آن شاگردی که قدرتمند نیست، توان آن را ندارد، باید از فن‌هایی که برایش مهم است آنها را بیاموزد. یا شاگرد خود قدرت توانایی خود را ببیند یا معلم بعد قدرت توانایی شاگرد نظر کرده او را مشغول آموزش آن فن‌ها قرار بدهد. بارک الله فیکم. و سپس مؤلف چیزی را یادآور می شود که مخالف مضمون این قاعده یا که رکن شریف است در تعلیم. اولا خودداری کردن از گوناگون آموزی علم ها، یعنی که انسان فقط یک علم رو می آموزد تمام، بعد دیگر علم ها اهمیت نمی دهد از علم های شرعی. می فرماید که پس می بینی که بعضی خود را تنها به یک علم محدود کردن و خود را از آموختن علم های دیگر باز می دارند. اما می بینی که همون شخصی که می گوید که دعوا میکنه که من همین رو آل خوب بیاموزم، خوب بفهمم، حتی در همان علمی که یک علم آموزد متخصص نشده است، ضعیف است. به خاطر چیز؟ به خاطر آنه که علمی حقیقی یعنی گرفتن علم های گوناگون همدیگر رو تقویت قوی می نماید، قوی می گرداند. چون که ما دو سه کتاب را درس میکنیم، هر یک کتابی که داریم اگرچه که نام ها دیگر باشد، نه که موضوع ها با همدیگر موافقت می نمایند. و می فرماید دومین چیزی که به مقصد آموزش علم مخالفت می نماید سبک شمردن یا کم اهمیت دادن به چیزی که در آن معرفت ندارد، یعنی بی‌پروایی نسبت به بعضی از فن‌های علم‌های اسلامی. برای همین برای انسان لازم است که اگر در علم حدیث یا که در علم تفسیر متخصص بگردد باید زبان عربی را خوب بیاموزد، چون اکثر همه علم‌ها از کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم گرفته شده است. یعنی تمام علم‌های شرعی در این دو چیز نهفته است. اگر انسان همین دو چیز را، قرآن و سنت را خوب و دقیق و نیکو فهمید، نائل هر چه میگردد. علم حدیث و تفسیر رو از خود نماید، در آن متخصص بگردد که این اساس علم هاست. تمام علم های شرعی هر علم دیگری در این دو چیز نهفتگی است، در این قرآن و سنت. اگر انسان تواند این دو چیز رو از خود نماید، به هر علم دیگر می تواند برسد. در علم فقه پیشرفت میکند، در علم حدیث پیشرفت میکند، در هر علم دیگری توحید، هر علم دیگری که میخواد بفهمد بداند با آن موافق میگردد. و مقصد اساسی آن چیزی که تو میآموزی با آن علم عمل کردن است. این اساس علم است. اساس علم چی بوده است؟ با آن علم عمل کردن است. الله خیرتان دهد. و یگانه راه نجات و خلاصی از هر گونه ضلالت و گمراهی ها این پایبند کتاب الله، آموختن او، تفسیر کلام الله و فهم سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم می باشد که این تمام علم ها را فرا گرفته است. هر علم بعد از آموختن این کتاب الله و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و آنها را خوب دقیق فهمیدن دیگه برای انسان آسان می گردد. و در اینجا سومین چیزی را همچنین مؤلف یادآوری می کند. می فرماید که بند شدن به آنچه که برای انسان نفع و فایده ندارد، نمیرساند، خصوصا دلبستگی به چیزهای عجیب و غریب یا به چیزهای ناآشنا. چون غالبا مردم با چیزهای مشغول میشوند که برای آنها هیچ فایده و هیچ منفعتی ندارد و سبب ترک علمهای مفید میگردد. مشکلاتی که در زمانها در هر زمان پایبند میشود، مردم از علم اصلی دور میگردند، مشغول شدن با آن چیزهایی که برای آنها فایده بخش نیست یا سوال پرداخت کردن با آن چیزهایی که برای انسان هیچ فایده نمیدهد. یعنی بعضی از مردم، بعضی از شخصیت‌ها که بیشتر از مردم عاشق چیزهای غریب هستند. چیزهای غریب به مثل اینکه میپرسن که آب طوفان حضرت نوح علیه السلام آب شیرین بود که آب شور بود. همین گونه چیزها در بین مردم هست. به یک چیزهای آشنا میخوان بشوند که برای آنها نه در دینشون نه در دنیاشون فایده میرساند، هیچ فایده برای آنها ندارد. به این چیزها، به این نوع چیزها مشغول شدن سبب از بین رفتن علم اساسی میگردد و این گونه علم ها غیر مفید است. اما برای بعضی از مردم شاید این جالب بتواد، چون وای بیچاره اصلا از علم اساسی، از لذت علم اساسی محروم است. شخص علمجو راه راست رو میجوید، راهی که واقعاً انسان در این دنیا برای وی سعادتمندی برساند. اما از سوال این که آب طوفان حضرت نوح شیرین بود یا که شور بود چی فایده میدهد با دین تو؟ فقط من یک مثال در اینجا ذکر کردم، وگرنه سوالها خیلی زیاد است که سوالهای بی مورد بی معنی.
زیرا که علم بحر است و حیات کوتاه است و شخص عاقل کسی است که خود را مشغول میکند به آن چیزی که برای او منفعت میرساند در این دنیا و آخرت. و شخص دانا آن کسی است که خود را مشغول آن علم‌های میسازد که برای دنیا و آخرت انسان فراگیرتر است، نیکوتر است و انسان را خوشبخت میگرداند. اما بر این چیزا پرداختن برای انسان هیچ سود نمیدهد، بلکه ضررآور است و ضرر میدهد و ضرر میرساند و در آخر انسان از جمله زیانکاران قرار میگیرد. الله سبحانه و تعالی برای ما و شمایان توفیق را نصیب بگرداند که از جمله و زمره آن کسانی باشیم که علم سودمند را بر کنیم، علمی که در دین و دنیای ما منفعت بخش است، علمی که در زندگی ما و شما خوشحالی را می آورد، خوشبختی را می آورد، نه آن علمی که سبب گمراهی ما بگردد. پروردگار ما هیچ علمی نداره مگر اینکه تو آن علم را برای ما آموختی. پروردگار از تو دعا و التجا می‌نماییم که با آن علمی که برای ما آموختی سبب هدایت ما بگردان و سبب هدایت دیگران بگردان و ما را با این علم خوشبخت و خوشنود بساز. چون خوشبخت آن کسی است که علم سودمند را به دست آورده است و بدبخت آن کسی است که مشغول قیل و قال میگردد. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیه.